خب دوستان، در این آموزش در خدمتتون هستم با آموزش صرافی بینگ ایکس، یک صرافی خیلی معتبر بین ما ایرانی‌ها که داره نیازهای ما رو برطرف میکنه خدا رو شکر. و ما افرادی که توی بازارهای مالی، چه تو بازار فارکس چه تو بازار کریپتو فعالیت میکنیم، خیلی راحت میتونیم توی این صرافی حتی احراز هویت کنیم با ملیت ایرانی و شروع به فعالیت کنیم و کلی مزایا دریافت کنیم، یعنی پاداش دریافت کنیم که خیلی این صرافی رو جذاب کرده. خب توی این قسمت من سعی میکنم نحوه ایجاد حساب روی اپلیکیشن حالا این صرافی بینگ ایکس رو بهتون توضیح بدم و مسائل امنیتیش رو خدمتتون توضیح بدم و بپردازیم به بحث واریز و عملا برداشت از این حساب، ببینیم به چه شکله و ان شاءالله تو قسمت‌های بعدی به مباحث دیگه این صرافی مثل نوع معاملات بپردازیم. خب دوستان، برای اینکه شما تو این صرافی بینگ ایکس شروع به فعالیت کنید، اول از همه نیاز اپلیکیشن این صرافی رو دانلود کنید، چون اپلیکیشنش بدون فیلتر شکن باز میشه، با آی پی خود ایران سرعت خیلی خوبی داره و ما رو اذیت نمیکنه و نسخه سایتش یک مقداری کنده. پس بهتره از خود اپلیکیشن استفاده کنید. وارد پلی استور میشین، این بالا سرچ میزنین بینگ ایکس. بینگ ایکس رو که سرچ بزنین اینجا این صرافی براتون میاد. من چون قبلا حالا نصبش کردم برای من اوپن میده، ولی برای شما اینجا اینستال میده. نکته‌ای که وجود داره، حتما مثبت 1 میلیون دانلودی داشته باشه. این وسط رو ببینید مثبت 1 میلیون دانلودی داره. اگر کمتر از این بود بدونین اون اپلیکیشن اصلی نیست و احتمال داره شما نسخه فیکش رو دانلود کنین که خدای نکرده دارایتون حالا اینجا دچار مشکلی نشه. پس من اینو از این قسمت اوپن میکنم و توی صفحه اصلی ما حالا به همچین چیزی روبرو هستیم که از این پایین میبینید زبون فارسی هم پشتیبانی میکنه. صفحه اصلی بازارها، اثبات، فیوچرز، کپی ترید و بحث دارایی های ما رو داره اینجا بهمون نشون میده. خب یکی از مزیت‌های خیلی خوب صرافی بینگ ایکس بحث پشتیبانی از معاملات فارکس، یعنی از جفت ارزهای فارکس و حتی سهام و کامودیتی ها هم پشتیبانی میکنه که ما کنار بحث بازار کریپتو، بی تی سی و معاملات روی آلت کوین ها میتونیم معاملات خودمون رو روی جفت ارزهای معاملاتی هم داشته باشیم، روی طلا هم داشته باشیم، اونم با اهرم و خیلی خوب که ما میتونیم اینجا با سرمایه های خیلی کوچیک، یعنی سرمایه $50 $20 $10 حتی شروع به معامله کنیم و معاملات خودمون رو انجام بدیم که خیلی این صرافی رو به نظر من جذاب میکنه، همین بحث پشتیبانی از معاملات حالا فارکس. این یک نکته بعدی برای افرادی که سرمایه معامله ندارن و تازه میخوان وارد بازارهای مالی بشن و سرمایه آنچنانی ندارن، این صرافی یک ویژگی خیلی خوبی داره. میاد در ابتدا تو بخش فیوچرز استاندارد به شما حدوداً 100,000 VST میده که معادل دلار هست، یعنی هر یک واحدش معادل دلاره و شما میتونید با این معاملات مجازی یا فرضی رو اصطلاحاً داشته باشین که اگر تونستین روی این حالا معاملات سود کسب کنین، اون سودتون رو میتونین برداشت کنین، اما اگه ضرر کردین که خب هیچی دیگه، ضرر کردین اون پول رو از دست دادین. این ویژگی هم خیلی ویژگی منحصر به فردیه تو این صرافی. این از این مورد. حالا بریم با هم دیگه توی خود اپلیکیشنش ببینیم که چطور باید ثبت نام کنیم. من از این قسمت آدمک این بالا وارد میشم، روی گزینه ثبت نام کلیک میکنم، اینجا ایمیل خودم رو وارد میکنم. من ایمیلم رو وارد کنم. ایمیلم رو وارد کردم، یک رمز عبور میزنم که رمز عبورم باید شامل اعداد، حروف و حروف بزرگ و کوچیک باشه عملا، که حداقل 8 کاراکتر باشه. من اینجا حالا یک رمز وارد میکنم فعلا. بعداً میتونید دوستان رمزتون رو تغییر بدین، از توی تنظیمات هیچ ایرادی نداره. یک قسمت داره کد دعوت دوستان زده اختیاری، شما میتونید رو وارد کنین، میتونید وارد نکنین، اما پیشنهاد من اینه حتما کد دعوت وارد کنین، چون من یک کد دعوتی براتون ساختم که
3% از کارمزدهایی که شما تو صرافی پرداخت میکنین رو بهتون برمیگردونه و خب این باعث میشه کارمزدهاتون به صرفه تر براتون بشه و خب مثلا هر از چنگا یک مقدار کوچولی بهتون برمیگرده که خیلی این نکته رو حالا جذاب کرده که من اینجا بهتون پیشنهاد میدم این کد دعوت رو وارد کنین CLE Z5 و SPF. این رو اینجا که وارد کنیم به شما اون 3% برمیگرده و خب این خیلی جذاب تر کرده. من روی ثبت نام کلیک میکنم، احتمالا یک کد امنیتی بعد بر من باز کنه، بله، که تست ربات ببینه من حالا انسانم رباتم چی هم دارم ثبت نام میکنم. ببینید بالا 3 تا قسمت داره که توی اون قسمت ها باید به ترتیب شما انتخاب کنید که من اینجا به ترتیب انتخاب میکنم 1 2 و 3 و روی اوکی کلیک میکنم و این تست هم انجام شد. خب اینجا یک ایمیلی برای من احتمالا ارسال میکنه به حالا ایمیلم که یک کد هست و اون کد رو باید اینجا وارد کنم. نکته‌ای که وجود داره حتما از ایمیل های اصلیتون دوستان استفاده کن. خیلی من دیدم ایمیل الکی میزنن بعداً به مشکل میخورین. ایمیلتون باید اصلی باشه، چون اگر اصلی نباشه اینجا کد دعوت ندین ثبت نام شما انجام نمیشه. خب من میرم حالا ایمیلم رو باز کنم، ببینم کد برای من ارسال میشه. احتمال داره یه کوچولو حالا این وسط زمان ببره. خب بین تایید امنیتی برای من یک کد ارسال شد تحت عنوان 41 94 68 41 94 68. این رو اینجا وارد میکنیم و با موفقیت ثبت نام من انجام شد و من الان وارد عملا حسابم شد. خب شما وقتی حساب میسازین تموم دیگه، شما نه نیاز به احراز هویت دارین نه اینکه حالا کار دیگه بکنین مثل صرافی ایرانی. ولی خب اگر بیاین احراز هویت کنین فکر کنم یک سری پاداش‌های بهتون حالا تعلق میگیره که میتونید پاداش‌ها رو دریافت کنید و از این قسمت حالا اصطلاحاً مزایای کاربر جدید میتونیم وارد بشین و اگر پاداشی به عنوان کاربر جدید میخواد بهتون بده اینجا میده و شما اون رو دریافت میکنید. من چون فیلتر شکنم خاموشه و این قسمت بر من باز نمیشه. اگر خواستید این قسمت رو باز کنید حتما از فیلتر شکن استفاده کنید. یک مورد دوم، نگرانی تغییر آی پی توی صرافی بینگ ایکس رو نداشته باشین. خوشبختانه حساسیت زیادی نداره. شما اگر تغییر آی پی هم بدین آنچنان حساس نیست، ولی خب ترجیحاً دیگه این تغییر آی پی زیاد نشه. اگر از آی پی ایران استفاده میکنین همیشه سعی کنید از همه آی پی ایران استفاده کنید. دیگه هی فیلتر شکن نزنید، یک بار فیلتر شکن خاموش باشه یک بار روشن باشه. ترجیحاً از همه آی پی ایران استفاده کنید. این یه مورد بعدی که خیلی خیلی مهم و سریعا باید توی صرافی انجام بدیم بحث امنیت. حالا این مسئله هست. از قسمت امنیت وارد میشین. توی این قسمت برای شما حالا بین احراز هویت ایمیل منو تایید کرده، شما میتونید بیاین اینجا از تایید تلفن همراه استفاده کنید که من پیشنهاد نمیدم بهتون که این کار رو فعال کنیم و اینجا میتونید بیاین اثر انگشت خودتون رو فعال کنید که اگر بیرون رفتین هر 10 دقیقه ازتون اثر انگشت بخواد مجدد روی گوشیتون و این احراز هویت گوگل رو میایم اینجا با هم فعال کنیم. یک اپلیکیشن گوگل داره تحت عنوان گوگل اتنتیکیتور که این اپلیکیشن میاد هر 60 ثانیه یک کد اصطلاحاً ورود 2 مرحله‌ای بهتون میده که اون کد هر 60 ثانیه عوض میشه، مثل رمز دوم همین کارت‌های بانکی. ما این رو فعال میکنیم که امنیت حسابمون بره بالاتر. چه شکلی این کار رو میکنیم؟ پس چی شد؟ وارد بخش امنیت میشین. این تیک گزینه اول زده احراز هویت گوگل و پیشنهادم داده که حتما فعال بشه. اون تیک رو روشن میکنید. اینجا یک گزینه هست بهتون یک پسوردی داده، این رو میزنین روی کپی و من بهتون پیشنهاد میدم یک اسکرین شات از این
بگیرین، بعداً لازمتون میشه که اگر اون کد رو گم کردین این به دادتون برسه. این رو یه کپی میکنین، بعد وارد اپلیکیشن گوگل اسنتیکیتور میشین. اپلیکیشن گوگل اسنتیکیتور بین این وسطیه. شما اگر اینو دانلود ندارین وارد پلی استور میشین، این بالا سرچ میزنین گوگل رو، یعنی یه گوگل ساده که شما بزنین فکر کنم میاد. یه فکر کنم من چون چیز نداشتم الان فعال نمیشه. اینجا میان یک سرچ میزنین، با عملا گوگل اسنتیکیتور رو دانلود میکنین. دانلود که کردین وارد اسنتیکیتور میشین. وارد اسنتیکیتور که شدین، از این پایین یه گزینه داره تحت عنوان به اضافه، اینجا اینتر ستاپ کی رو میزنید و اینجا اسم اکانت رو میزنید. من مثلا میزنم بینگ ایکس و یک 2 هم میزنم که تشخیص بدم. اون کدی که کپی کردم رو اینجا پیستش میکنم و اد رو میزنم. زمانی که اد میزنم اینجا این پایین ببینید به من یک کد میده، حالا 434 563. اینو من انگشتم رو روش نگه دارم، کپی میشه. کپی که شد میام توی صرافی بینگ ایکس، اینجا بحث حالا اصطلاحاً این پایین اون کد رو وارد میکنم، زده جی ای، کد جی ای اینجا واردش میکنم. یک کدم به ایمیلم ارسال میکنه، یک کدم به ایمیلم ارسال میشه که من اینجا بحث این کدم وارد میکنم. پس میرم داخل ایمیلم، مجدد کد تایید رو میگیرم. یک لحظه بعد صبر کنین، کد تایید ایمیل تو احتمال داره زمان ببره. خب کد تایید امنیتی من اومد تو ایمیل، 34 91 94. اینجا واردش میکنم، 34 91 94. این رو میزنم پیوند. اینو زمانی که بزنین کد احراز هویت گوگل شما فعال شد. از این به بعد وارد حساب عملا بینگ ایکستون بخواید بشین، کد 2 مرحله‌ای رو تو ازتون میخواد. اینو تو واریز برداشت ازتون میخواد، تو همه چی ازتون میخواد. پس این کد رو گم نکنین. جزء واجبات گوگل اسنتیکیتور رو جدی بگیرین تو گوشیتون و ازش محافظت کنین. خب ما الان وارد حالا صرافی شدیم، تمام کارها رو انجام دادیم و الان وقت اینه که ما بیایم از قسمت داراییمون اولین واریزیمون رو به این صرافی انجام بدیم. با من همراه بشید. خب بریم سراغ واریز وجه در صرافی بینگ ایکس و ببینیم شرایط واریز وجه تو این صرافی به چه شکله. خب همین ابتدا، یعنی تو صفحه اصلی اگه شما نگاه کنید، همینجا بزرگ نوشته همین حالا واریز کنید و 200 تتر جعبه اسرارآمیز رو دریافت کنید. یعنی پاداش 200 تتری امکان داره به شما بده، یعنی به همه نمیدن، احتمال داره واریز بشه. پس من همینجا روی واریز یا خرید رمز ارز میزنم. چون من میخوام واریز کنم، حالا از کیف پولم یا از صرافی ایرانی یا از صرافی دیگه فرقی نداره، هر جا میخوایم واریز کنید شما میایین اینجا روی بحث واریز همین ابتدایی کلیک میکنید و اون کوینی که میخوایم معامله یا حالا واریزش کنین عملا رو وارد میکنم. من اینجا USDT میخوام وارد کنم. نکته‌ای که خیلی 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 شدیداً اهمیت داره اینه که شما اون تتر رو تو چه شبکه‌ای واریز میکنید. بین کلی شبکه اینجا پشتیبانی میشه، از اتریوم ERC20 بگیر، تروم بگیر، بایننس اسمارت چین بگیر، سولانا، پولیگون و غیره. خب که کمترین کارمزد رو شبکه BNB اسمارت چین داره، یعنی شبکه B20، به شرطی که شما اون صرافی که میخوایم واریز کنیم اونم از این شبکه پشتیبانی بکنه که الان میریم با هم تست میکنیم. شما زمانی که روی شبکه واریز میزنید اینجا دریافت آدرس رو میزنید. برای شما یک آدرس توی شبکه بایننس اسمارت چین یا اصطلاحاً بیپ 20 میسازه که من اینو روی کپی کلیک میکنم و الان میرم از توی صرافی دیگه براتون واریز کنم. من اینجا وارد صرافی کوینکس میشم، یه 50 تتر اینجا فکر کنم دارم که این رو براتون واریز کنم.
خب باید حالا اون کیف پولتون یا اون صرافی ایرانی یا حالا صرافی کوینکس فرقی نداره، شما وارد چین و اونجا میزان تتری که داری رو میخوایم برداشت بزنیم. خب من میخوام برداشت چون از صرافی کوینکس بزنم، اینجا روی گزینه اصطلاحاً ویدرا کلیک میکنم، اینا رو نکست میزنم و اینجا میام کوین مورد نظرم رو انتخاب میکنم. این بالا ببینین سرچ میزنم USDT. حالا شبکه مورد نظر نتورک، شبکه مورد نظرم انتخاب میکنم. من تو صرافی بینگ ایکس چه انتخاب کردم؟ شبکه بایننس اسمارت چین یا B20. اینجا هم باید شبکه بایننس اسمارت چین رو انتخاب کنم. ببین کارمزدش 45 سنت، شبکه TRC20 کارمزدش $1.1، شبکه اتریوم تقریبا $3 و شبکه‌های دیگه که من اینجا شبکه بایننس اسمارت چین رو انتخاب میکنم. اینه که انتخاب کردم، آدرسی که اوور کپی کردم رو اینجا پیستش میکنم و تموم و میام مبلغی هم که میخوام انتقال بدم رو انتخاب میکنم که حدوداً $49 و خورده‌ای میشه که برای من باید ارسال بشه. خب الان ببینید من همه کار کردم. فقط یک نکته، لطفا این آدرسی که اینجا کپی میکنید رو با آدرسی که تو صرافی بینگ ایکس به شما میده رو بررسی کنید. اول آخرش رو بررسی کنید. الان بهتون میگم چرا. ببین اینجا با 0x48 شروع شده و با B6D تموم شده. اینجا چک میکنم 0x48ش درسته و آخرش هم B6D درسته. حالا چرا اینو گفتم؟ چون بعضی وقتا امکان داره یک بدافزاری روی حالا گوشی شما عملا نصب شده باشه که شما خودتون خبر ندارین و شما زمانی که کپی پیست میکنین به جایی که آدرس شما رو پیست کنه، آدرس یک فرد دیگه‌ای رو پیست میکنه و این بدافزارها هستن و اینجوری باعث میشه پول به مقصد نرسه و عملا شما پول رو ارسال کنین به حساب یک فرد دیگه. پس حتما برای که این اتفاق براتون نیفته، حتما از این قسمت چک کنین که اول آدرس و آخر آدرستون یکی باشه. این هم یک نکته امنیتی و کلیدی. خب اینجا من روی ویدرا ناو کلیک میکنم. از من اینجا کد 2 مرحله‌ای میخواد. من کد 2 مرحله کوینکس هم رو وارد کنم. خب پیست میزنم و ویدرا رو کلیک میکنم. الان که ویدرا کردم ببین اینجا به من پندینگ میده. من باید حالا 5-6 دقیقه صبر کنم. زمانی که اینجایی که نوشته استاتوس و زده تو بی کانفرم، این تبدیل شد حالا به رنگ سبز و عملا فکر کنم اینجا یه TXID به هم میده. اون TXID فعال شده، یعنی واریز من به طور کامل انجام شده و من میتونم برم تو صرافی بینگ ایکس اون رو مشاهده کنم. حالا فکر کنم باید وارد ایمیل من بشم و این رو تایید کنم. پس برم وارد ایمیل بشم و این حالا نقل و انتقالی که انجام دادم رو تایید کنم. خب این یک ایمیل برام از جانب کوینکس اومده، من اینو تاییدش میکنم. خب ببینین الان تموم شد، اپروو شد دیگه، همه چی اوکیه. من اینم زدم، ببینین تیک تاییدم به من داد. فقط به الان صبر کنم تا اون حالا تراکنش من توسط ماینرها توی شبکه تایید بشه و به حساب بینگ ایکس هم بشینه که احتمالاً یک 4-5 دقیقه زمان ببره به شکل آنی واریز نشه. خب ما حالا اینجا منتظر میمونیم، رفرش میزنیم تا این حالا واریزی بیاد. این واریزی هم تو قسمت دارایی ها که شما وارد بشین، اینجا برای شما الان بین بر من زده 0. اینجا برای شما فعال میشه، مثلا 50 تتری که نقل و انتقال کردیم اینجا بهمون نمایش میده و ما میتونیم ازش استفاده کنیم. چیز خاصی نداره. تو هر صرافی که شما برین تو قسمت دارایی چند تا کیف پول داریم. به عنوان مثال یک کیف پول قسمت فیوچرز دارین، یک کیف پول توی صرافی بینگ ایکس برای کپی ترید دارین، یک کیف پول برای NFT و حساب معاملات استان گرید که حالا اینا هر کدوم متفاوته که بیشتر کاری که ما داریم با کیف پول بخش اسپات و با کیف پول بخش فیوچرز. ما با این دوتا قسمت کار داریم عملا. الان اگه واریزی ما انجام بشه ما سراغ اون قسمت ها خواهیم رفت. حالا تا زمانی که واریزی انجام بشه بریم قسمت های دیگر ببینیم. توی قسمت بازار، این پایین دومی، وقتی قسمت بازار وارد میشیم اینجا حالا ارزهای مختلف رو نشون میده، ارزهایی که جدیداً به صرافی اضافه شدن رو نشون میده.
اینایی که توجه ویژه‌ای بهشون شده رو داره نشون میده و رتبه بر اساس رتبه بندی اینجا ارزها رو داره بهمون نشون میده و ما میتونیم اینا رو اینجا ببینیم و حالا بازارهای مختلف رو داره، چیز خاصی نداره و آنچنان هم مهم نیسته. مثلا تو صفحه اصلی ما اینجا تو قسمت فیوچرز استاندارد میتونیم حالا بیت کوین رو ببینیم و میتونیم آلت کوین ها رو ببینیم و ارزهای مختلف رو. یک نکته خیلی من دیدم ازم پرسیدن، میگه آقا من اومدم معامله کنم روی طلا، ولی خب طلا الان تو صرافی بینگ ایکس هر چی میگردم پیداش نمیکنم. رو شنبه و یک شنبه چون تعطیلات رسمی هست، معاملات بخش حالا فیوچرز استانداردی که روی فارکس و روی بحث کامودیتی ها هست اونا غیر فعال میشه، شما عملا پیداش نمیکنید. ولی اگر دوشنبه صبح بیاین شما میبینین که معاملات بخش حالا فارکس هم براتون فعال شده، شما میتونین اینجا انجام بدین. اینم یک نکته بود که الان یادم اومد بهتون گفتم. دیگه چیز خاصی نداره، فقط باید پول واریز بشه، ما پول رو انتقال بدیم به قسمت حالا معاملات و معاملات خودمون انجام بدیم. الان ببینید 49 دلار و 39 سنت حساب من شارت شد که ببینید این پایینش به تومن هم معادل تومنیش هم داره بهم نشون میده که معادل چقدر میشه، یعنی زده 2,485,000 تومن حدوداً اینجا داره بهم نشون میده. ببینید یک قسمت واریز داره، یک قسمت برداشت. حالا اگه من بخوام این تتری که اینجا ریخته رو دوباره برداشت کنم به صرافی ایرانیم واریز کنم، همین عملی که الان انجام دادم و دوباره باید انجام بدم. از قسمت برداشت باید وارد بشین، اینجا دوباره ارز مورد نظر رو انتخاب کنین، شبکه مورد نظر بایننس اسمارت چین رو انتخاب کنین، آدرس صرافی ایرانیتون رو مثلا صرافی نوبیتکس کپی کنین، اینجا پیستش کنین و مبلغم بزنین و نقل و انتقال رو انجام بدین. دقیقاً همون کاری که ما تو صرافی کوینکس الان با هم دیگه انجام دادیم، به این شکل توی صرافی بینگ ایکس شما میتونین برداشت‌های خودتون رو انجام بدین. چیز سخت و پیچیده نیست، تمام صرافی‌ها شبیه به هم هستن. فعلا تا همینجا برای این ویدیو کفایت میکنه. من در ویدیو بعدی که قسمت دوم صرافی بینگ ایکس بشه به موضوعات حالا معاملات تو قسمت فیوچرز میپردازم که چطور ما معامله در حالا فیوچرز استاندارد داشته باشیم، چطور تو پرپچوال معامله داشته باشیم، تفاوتشون چیه و کلا باید چه کار کنیم. منتظر میمونیم دوشنبه بشه چون امروز یک شنبه هست، بازار بسته است، بازار باز بشه و با همدیگه آموزش رو داشته باشیم. اگر از این ویدیو هم لذت بردین حتما لایکش کنین و حتما از این پایین ما رو سابسکرایب کنین و اون زنگوله رو روشن کنین که به محض انتشار ویدیو جدید متوجه بشین و بیاین ویدیوهای ما رو ببینید. و ما توی کانالمون، توی یوتیوب، توی حالا تلگرام کلی آموزش خفن داریم که میتونین از اینا استفاده کنین در خصوص تحلیل تکنیکال، در خصوص بحث صرافی‌ها و موارد حالا سایت های مختلف و این گونه حالا موارد پیدا میشون، میتونه آموزش ببینه. حتما هم کانال تلگرام جوین بشین چون تو کانال تلگرام اون روزانه سیگنال میذاریم و میتونین از این سیگنال ها استفاده کنیم. فعلا تا قسمت دوم